بسم الله الرحمن الرحیم. برادران خواهران عزیز، من برای خودم آیه کریمه را یادداشت کردم که از آیات کریمه در وصف شهدا شروع کنم که برادر داملا شانعیم این آیه کریمه را تلاوت کردند و یک تفسیر بسیار کوتاه خوبی از این آیه کریمه کردند در تکمیل صحبت‌های استادان و برادران که واقعا درباره شهدا هم با آیه کریمه هم با یادداشت‌هایشان بسیار صحبت‌های خوب شد و خیلی مسئولیت ما را سبک کردند. و من از زمین ادامه صحبت یا تفسیر آیه کریمه در یک نکته بسیار مهمش می‌خواستم صحبتم را آغاز کنم که وقتی که خداوند این گروه را در وصفشان میگوید که اینا کسانی هستند که با پروردگارشان صادق ماندند با اون عهدی که به خدای خود کرده بودند. یعنی منظور پروردگار از این عهد در این سوره احزاب در این آیه چی هست؟ وقتی که میگوید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و دوام آیه. حالا اگر ما فکر کنیم که عهدی که اینا با پروردگارشون بستند و تا آخر به آن صادق ماندند و ما بدل و تبدیل و تبدیلش نکردند، اگر عضویت در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است، این یک تفسیر یا فهمیش بسیار محدود از آیت است. یا شهدای گروه 24 اگر به این باور باشند که همون عهدی که اینها با پروردگارشون کردند که تا آخر عضو گروه مانند یا در همین راه شهید شوند، یک تفسیر است، ولی یک تفسیری خیلی محدود خواهد بود، چون این آیت شامل تمام شهدا و مبارزان هست که در گذشته و امروزه و آینده، بعضیش حتی درباره حزب نهضت و گروه 24 و پیمان و اصلا تاجیکستان شاید نشنیدن. و اون مسئله که اونها عهد کردن و تا آخر صادق موندن به یک مسئله ازلی، یک مسئله بسیار اصولی هست که بین یک مؤمن و اون هم همه مؤمنین نه، و من المؤمنین رجالون، از بین مؤمنان یک گروه، یک مردهای یک بعضش این عهد رو با پروردگار میکنند. این معنی رو دارد که نه همه مؤمنین چنین یک عهد خاص رو با پروردگار میکنند. اونایی که با پروردگار عبادت میکنند، بنده پروردگار هستند، اینا شامل همه مؤمنینند. اما از بین مؤمنین یک گروه رجالون که اینجا نکره هست، یعنی عمومی گرفته شدگی است، با پروردگارشون یک عهد میکنند و با اون عهد تا به آخر صادق میمونند. اون عهد چی است؟ دیگر این موضوع هست که ما بالا میتونیم فکر کنیم و باید فکر کنیم. از نگاهی من شخصا بنده حقیر این است که این همون عهدی است که و پروردگار وقتی که با یک عده از مؤمنین میبنده که این گروه از مؤمنین در طول تاریخ جدا از عامه مؤمنین برای عدالت و برای کرامت انسانی مبارزه بردند و مبارزه خواهند برد، چون نه همه مؤمنین برای عدالت، برای کرامت، برای ملت، برای یک جامعه آزاد آماده مبارزه هستند. بعضی‌ها میگن کافی است برای من که نمازم رو بخوانم، روزم رو بگیرم، زکات رو بدم، حج رو کردم، ارکان اسلامی رو انجام دادم، ندزدم، غارت نکنم، همسایه رو آزار ندیم، برام کافی است. اما این ظلم و عدالت و کرامت و شرافت و آزادی این دیگر مسئولیتی من نیست و خداوند از نگاه او، از تفسیر او در هیچ کجا با من این مسئولیت را نداده است. اما یک ایده از مؤمنان یک عهد با پروردگار میکنن، علاوه با اون مسئله هایی که اونها میآیند برابر همه مؤمنین نماز میخوانند، عبادت میکنند، روزه میگیرند، تمام ارکان و فرایض و واجبات و سنت ها را انجام میدن، اما یک عهد علاهده با پروردگار میکنن برای مبارزه بهر عدالت و شرافت و کرامت و ملت و دیگر ارزش ها که این دیگر طول تاریخ در شکل گروه ها و احزاب و سازمان ها و جریان ها و افراد علاهده تا امروز به ما آمده رسید. و من مطمئنم و این باوری را دارم که نه تنها این برادرانی که در اینجا عکسشون هست، تمام اون شهدا و کسانی که ما از دست دادیم در راه این ملت زحمت کشیدن جزء همین آیت و جزء همین گروه خواهد شد. من وقتی که آمدم وارد همین تالار شدم از مسئولین ستاد پرسیدم که چرا این عکس 25 نفر برادران معیار چی بود برای انتخابتون؟ نه برای معلومات خودم میخواستم
اینا بپرسم، نه چیزی دیگر، چون اصلا از جریان کار ستاد آگاه هم نبودم. چون در ذهنم آمد که بعضی برادران و بزرگواران در اینجا عکسشون نیست و معیار چی بود؟ گفتن که این را حالا بدون کدام ملاحظه و حالا در ذهن برادران کسی آمد انتخاب کردن، اما این در پس این یگان پیش ذهنیت و پس ذهنیت وجود ندارد. من با خودم گفتم که در پس هر یک از این عکس‌ها صد نه شاید هزارها نفر دیگر نهفته هست. از عکس استاد سرکرده، استاد همت‌زاده، مولوی دوست داشتنیمان تا تمام بزرگان، در پس هر یک عکس یک قشر ایستاده است. از کلاب و بدخشان و از مولوی ها و گذشته ها و زن ها و مادران، اشک عائله داملا زبیدالله رازق که من شخصا خاطرهای زیادی از این مادر بزرگوار دارم. در چیمکن یک جای مهاجر بودیم، رفت آمد خانوادگی مثل دو خانواده تاجیک در یک شهر که دیگر مثل عائله ها مادرها مثل اپا و خواهر بودن، ما با داملا مثل اون کس اکه کلانی و من دادر بودیم. با هر کدام اینها در پس هر یک کدام عکس یک تاریخ های، یعنی اون مادر ما نماینده تمام مادران و زنهای مبارزه که ملت ما داشت و دارد، در همچنین دیگر جوانان اینها. شخصا خودم ما یک کم تر اگر از خاطرها هم که اگر زیاد بگیم درباره هر کدامشون خیلی به بسیارا گفت باید نوشته شود، اگر بنویسیم کتاب ها، رمان ها و باید فیلم ها شود، ولی وقتمون اجازت نمیدهد. اما وقتی که نگاه کردم گفتم شاید یاد ندارم شهید محمد لایق را دیده باشم یا نه، چون در همون سالها در اوایل شهید شد، اما یگانه کسی که من ندیدم شیخ کمال هست، خدا رحمتش کند، ولی درباره‌اش شنیدم. باقی مانده دیگر تمام این استادان و بزرگواران را نه اینکه دیدم، تجربه شخصی، صحبت و خاطره های داریم. خب چه رسد با استادان که دیگر درباره اونها همه میدونیم که استادان چی زحمت های کشیدن. من کوتاه دو تا یک نکته را میگم چرا خیلی مهم است. برای مثال همین برادر شهید محمد لایق، ما تاریخ زحمت ها و تلاش های استادا را اینا را بزرگوار خیلی میدونیم، اما بعضی تاریخ های هست که اون تاریخ فقط یک نفر نیست، در تاریخ کوتاه یک نفر یک تاریخ بزرگ و یک تفسیر از حادثه نهفته است. شما اگر حالا کسی اشاره کرد نمیدونم دوستان که برادر سید علی اشرف با فکرم گفت که چگونه کتاب را باز میکنید، غالبان موقتی امروزه تاریخ ملت را ساخته ایستادن و نوشته ایستادن و جنگ رو چه خیلی که بخوان هم خیلی تفسیر میکنن. یک گروه جنایتکار خواستن مردم کلاب را بکشن، نابود کنن، محدود کنن و تاجیکستان را دولت اسلامی کنن. اینا نیت‌های از قبل جنگ داشتن. اما همین تاریخ محمد لایق یک بار اهمیت بدید. در دوشنبه سنگک سفرف و تمام رهبران میدان آزادی زندانی میشوند، حبس میشوند در پدال تا جای میدانم شورای عالی یا هر جای دیگر. استاد نوری و رهبریت اپوزیسیون که در دست رهبریت حکومت هم وقته دوشنبه هست، به خاطر صلح و مصالحه و به خاطر آن که مردم کلاب درک کنند که نه اینجا نیت کشتن و غارت کردن نماینده های شما نیست، اینها را آزاد میکنن. بروید آزاد، شما دیگر خانه‌تون برگردید. اما محمد لایق چیکار میکند؟ خدا رحمتش کند، این شهید قهرمان. برای این کافی نیست که سنگک و اینها را رستم عبدالرحیم آزاد کردن، رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان و مبارزین. این چون همچون یک کلابی، همچون یک انسان شریف نجیب میگد که مبادا یگان فتنه توطئه در راه شود که اینها را نابود کنن، بردوشی نهضت و بردوشی مبارزین ملی بار کنن. اجازت میپرسد که همین را من با ماشین خودم همینا را تا کلاب برم. ببینید شرافت و نجابت یک مرد کلابی، یک نهضتی رو، و اون هم اجازت رهبریت نهضت رو میگه که بله این رو بگی بر به دست خود بسپار تا اینکه مردم کلاب ببینن که ما نه تنها اینها رو آزاد کردیم، سالم برگرداندیم به کلاب. شما تصور کنید آیا این همه تهمت و دروغ در حق استادان و نهضت و در حق مبارزین درست است، یا رفتار عملی استاد نوری در همون لحظه حساس تاریخی و رفتار
شهید محمد لایق میارد تا کلا با ماشین خودش همون آدمانی رو که آزاد کرده بودند و این تا کلاب آورد، این را با چه عذاب و شکنجه میکشند. باز ایشون عبدالستار اینجا قصه را کرد. من چرا این قصه رو میکنم دوستانی عزیز و کسانی که بعد میشنوند؟ در تاریخ کوتاه یک نفر شما تاریخ یک ملت در یک لحظه تاریخی میتوانید بها بدهید، پیدا کنید و خودتون قضاوت کنید که در این آشفته بازار اطلاعاتی و پروپاگاندا و تبلیغات حق با کی هست؟ آیا حق با اونهایی هست که میگن که نهضت از اول نیتش کشتن بود و کلاب رو محدود کردن و شخصیت ها رو نابود کردن و دولت اسلامی کردن، یا نیتش صلح و مصالحه و همدیگر فهمی با همه ملت، از آن جمله با مردم کلاب، با سنگک و با اینها بود؟ خب برای همین میگم که در پس تاریخ هر کدام اینها یک تاریخ ملت نهفته است، یک بخشش. یک کوتاهک از یک نفری که واقعا بسیارها شاید نشناسن، داملا عبدالله خطاب، بانای ملا عبدالله میدکی یا خردی معروف بود. یعنی این در اوایل که فرانت خلقی به دوشنبه وارد شد شهید شد، ناپدید شد و دیگه معلوم نیست چی است. باور کنید من تجربه هم استاد نوری را میشناختم در سالهای دانشجویی هم این کس را. استاد نوریش لیدر بودن، شخصیت بودن، خریزما، تمام ویژگی یک رهبر و علم و دانش داشتن. اما در مسئله علم خود استاد نوری، استاد محمد شریف مزاده، ملا عبدالله خردی را یکی از صاحب مکتبان زمان خود میدونستن. با هم بزرگی که اینا حالا چند سال کلانتر بودن، جوانتر بود، ولی یک اعتراف خاص از ایشان میکردن که در بعضی رشته های علم ایشان را اعتراف میکردن که شاید یکی از بهترین ها در تاجیکستان باشد. شاگردان زیاد تربیت کردن. من ایشان را از کجا یک خاطره دارم. سالهای شوروی من در دانشجوی یمن بودم، در دانشگاه صنعا میخوندم. خب قصه های طولانی است. پنهانی رفتم حج، چون سپارش رحمتی قبلگاه بود. قبلگاه من عربستان میدونست، خوب نمیدونست یمن یک کشور است و عربستان سعودی و ویزا در کار و اینا. دیگر سپارش قبلگاه سالهای شوروی رفتم حج و همون سال اولین سال بود که در تاجیکستان اجازه حج دادن. یک هیئت کلان رفته است و داملا عبدالله خدا رحمتش کنه در هیئت حج بودن. ما در وقتی کوه عرفات می رفتیم در همونجا روبرو زدیم، چون ایشون در دوشنبه میشناختم، از حلقه‌های درسیش کم بیش فیض برده بودیم و در همونجا دیگر هر کس به حال خودش پیداش کردم، دیدیم دیگر رفتیم بالای کوه و در دستش یک دفترچه از دعا و از همونجا گرفته است، یک دفترچه دعا که برای حاجی‌ها میتیه در دستش و در همون بالای سنگ بلندی رفتیم و ایشون با یک واقعا آوازی شیرین داشت. کسی اگر یادش باشد بسیار یک قاری خوب صدای شیرین داشت. شروع کرد به تلاوت همون دعاهایی که در عرفات حاجی‌ها معمولا میکنند با یک صدای بسیار شیرین و ما کم بودیم، همگی چند نفر، حالا هر کس به عبادت خود مشغول. و یک وقتی دیدم که در اطراف ما همونجا مردم دارن جمع میشوند، هندو و عرب و آسیایی و افریقایی و خب حج است دیگه، مردم همه دارن جمع میشن حلقه میکنن و ایشون هم شاید نیتی 2-3 دقیقه 5 دقیقه خواندن نیت داشت، اما دید که مردم همه شیشتن اشک میریزن، دعا میکنن، آمین میگن. یعنی شروع کرد با بلندتر، بیشتر، طولانیتر، با یک صدای شیرین. و یک وقت دیدم که در اطراف در کوه عرفات در اطراف مردم دیگه همه دارن جمع میشن، همه کنار گذاشتن دفترچه و کتابچه خود را، همه میشنوند داملا عبدالله را و آمین میگن، همه حاجی‌ها در اونجا. من در اونجا دانشجو چون هم حج و هم افتخار دارم که این همه شور و شنگ و این همه زیبایی مال یک تاجیک است. وقتی سوال میتن که این کی است، از کجا است، من همه را فقط موندم آمین گفتن و این تاجیک است. معرفی کردم که این تاجیک است، این از تاجیکستان است. هم یک حسی فخر دارم، هم عبادت است. و بعد یک وقت دیدیم که خب ساعت ها گذشته ایستاده است، گفتیم ما باید برگردیم، این مردم آماده رفته ایستادن و این خاطره در یاد مانده است. ببینید ما از همه یک خاطره هایی داریم که در ویدیوها در نوارها ثبت شده است، اما از چند نفر دیگر اون وقت ویدیو نبود، تلفن نبود، کامera نبود. این خاطرهایی که میگیم در خاطره پروردگار ثبت است و در من
دیگر هیچ کس ندیده است. باید اینا ثبت شوند، گفته شوند. من در یگان جا پیدا نکردم. پسرش هم پرسیدم که یگان چیزی هست، متاسفانه هیچ جا پیدا نشد. ولی خیلی حیف است که چنین شخصیت‌هایی که زحمت کشیدن، واقعا انسان‌های نجیب بودن، از خاطره ما فراموش شوند. اما ببینید دیگر پرحرفی زیاد نشود. اینک خاطره ها ما گفتم. اینجا سیتات با ما سپارش داد که یک شهدا رو در ربط با گذشته و امروز و آینده مبارزه یک صحبت کنیم. من در ذهنم چند تا یادداشت گرفتم، اما اگر همه اونها رو من حالا گپ زنم خیلی طولانی میشه. چند نکته مهمش رو به هر صورت چند تا نکته خیلی از نگاه من مهم است. برادران خواهران عزیز، ببینید من یکی از جانبداری همون گروهی هستم، کسانی هستم که همیشه میگویم که از گذشته ها باید یادآوری شود، قدردانی شود، چون بدون گذشته، بدون تاریخ ما نمیتونیم با آینده راه پیدا کنیم. اینا عبرتن، اینا نمونه‌اند. اما من تصور میکنم حالا که خب اینجا آیات‌های کریمه گفته شد که شهدا زنده اند و یرزقون، فقط ما نمیبینیم. حالا چگونگی زنده بودن اینا رو پروردگار خودش میداند. حالا کسی گفته نمیتواند اینا زنده اند که حالا دارن میشنوند ما رو، یا که به شکل دیگر پروردگار اینها را زنده میگه. اما تصور کنیم که همین کسانی که از 30-40 سال پیش به شهادت رسیدن تا آخرینشون، شاید آخرین نفر مولای عبدالحی باشد، یا مثال بگیریم تا همین ها، اگر زنده بودن اینها رو به هر شکل بگیم، اینا بیایند و شاهدی صحبت های ما باشند. اینا شهیدن. یکی از صفات های شهید بودن چی است؟ شاهد بودن. اینا شاهدی صحبت های فعالیت های ما و صحبت های ما و شما هستند. اینا چی فکر میکنن؟ من حالا زندانی ها رو مانم که زندانی ها خدا را شکر زنده اند و به هر شکل خبرهای ما میرسد. اینا چی فکر میکنن؟ میگن من شهید شدم، مبارزه بردم، با این شهادت را به خود قبول کردم فقط به خاطر آن که محی الدین کبیری و داملا محمد سعید ایشان عبدالستار در اروپا جمع شوند، یک یادبود از ما کنن. یعنی همین دیگر، من به خاطر همین شهید شدم. وظیفه شما همین است که همین هر سال یک یادبود کنید، از ما یادآوری کنید و گویا نشان بدهید به خود به دیگران که ما فراموش نکردیم شما رو، ما زنده هستیم، خودمون مبارزه برده ایستادیم. شما تصور کنید که این شهیدان چی میگفتن با ما. من حالا نمیگم که زندانیایی که در زندانند حالا به اینها که خبر ما میرسد، اینها حالا بگم که وظیفه اینها، مسئولیت اینها فقط همین شده است که هر سال یک بار یک جلسه کنن، از شهیدا یاد کنن، چند شعار پرتایند که باید زندانی ها را آزاد کنیم. مگر همین است؟ وقتی که ما درباره ربط مکتب شهیدان را یک ربط پول بین گذشته و امروز و آینده میدونیم، ما باید بیشتر اطراف هدف ها و اون عهدی که اینها بستند با پروردگار، اطراف اون صحبت کنیم، اطراف اون اندیشه کنیم. من بیشتر حالا اگر برگردیم به امروز و آینده خودمون، یک حرکتی پویا، یک حرکتی جدی، فرق نمیکنه نهضت است، گروه 24 است، پیمان است، هر گروهی دیگر باشد، اگر او واقعا حرکتی جدی است، حدی اکثر از نگاه من، البته حدی اکثری زحمت و تلاشش رو 10% رو باید که با این تاریخ گذشته ها و شهدا و زندانی ها و با مسئله های دیگر خود را مشغول بداند و اونم یک ایده از افرادش را، حتی چی رسد به شهدا، حتی زندانی ها. تصور کن که سید عمر حسینی و محمد علی حیات و سیف الله زاده و عبدالقادر و چی رسد به این شهدای گذشته، زنده ها حالا شاهد همین باشن. اونا شما چی فکر میکنید که اونا از ما انتظار دارن که ما از فقط اونها رو از زندان آزاد کنیم؟ من به شما قسم میخورم، آشکار میگم که اگر وظیفه همون نبود، آسانترین بهترین کسی که میتوانست همونا رو از زندان آزاد کند خودشان هستند. همونا بیاین در نزد یک دوربین کامera از من شروع کرده تا همین راه و استادا و همه را تنقید کنن، بگن ما اشتباه کردیم، جناب فلانی ما را ببخش، ما جنایتکار هستیم، ما را با اون بزرگواری خودت عفو کن. شما فکر میکنید همین کار شدنی نیست؟ شاید برای 50%ش برای بعضش این کار تأثیر نرساند، اما برای 50% دیگرش این کار تأثیر میرساند.
و یا آزاد میشن یا شرایطشون سبک میشه و این وعده رو با آنها کردن، این پیشنهاد رو کردن. کدام از اینها آماده شد که بیاد در نزد دوربین برای آزاد شدن، برای سبک شدن وضعیتش همین کار رو کرد؟ هیچ کدامش. پس اونا انتظارشون از ما چی است؟ میگن ما زندانی شدیم به خاطر راه و اینا. شما راه را، مبارزه را طرز ادامه بدهید که ما ادامه میدادیم. ما به خاطر اون زندانی شدیم. اگر همه ما در اینجا چی تلاش درباره زندانیا ممکنه؟ مال شهدا که رفتن، مکسیموم بالاترین کاری که کرده میتواند یک حرکت مبارز و زنده برای زندانیاش در شرایط تاجیکستان همون کاری است که ما و شما کردیم. تا سازمان ملل یگان کشور در جهان مثل تاجیکستان پروندهش به سازمان ملل با این مقدار در مقایسه با اهالی و زندانی سیاسیش نرفته است. بالاترین پرونده را در سطح جهان تاجیکستان دارد در مقایسه با شماره زندانی‌های سیاسی و پرونده هایی که کمیته مربوط سازمان ملل طلب کرده است که آزاد کرده شوند. چند زندانیمان آزاد شد؟ چند زندانی کشورهای دیگر که پرونده هاشون رفت به سازمان ملل، به آبیسی، به اینها توانستند زندانیاشون آزاد کنند؟ اگر بسیار کرده باشند، مثل که میرزیوف کرد در ازبکستان، چند نفر آزاد کرد برای ایمیج و برای آبروی خودش، به همین تمام. پس این همه زحمت ها و تلاش های ما با همین رویش همین قدر نتیجه میتید. ببینیم قضیه سوریه را. من نمیدونم اپوزیسیون سوریه چند پروندهش به سازمان ملل برد، چیکار کرد با بشار اسد، با دادگاه بین المللی. ولی وقتی که پیروز شد اپوزیسیون سوریه، یک نفر و دو نفر نه، چند صد هزار آزاد کردن. 200,000 زندانی در یک شب آزاد شد، در یک هفته آزاد شد. شما در پهلوی ترازو مانید نتیجه مبارزه یک گروه را که واقعا مبارزه میبرد با تمام معنا، سیاست، رسانه، میدان، با تمام معنا مبارزه میبرد، و در پهلوی دیگری ترازو مانید نتیجه تمام حزب و حرکت ها از کشورهای عالم را که با همین روش مبارزه برده ایستادن. سازمان ملل، آبیسی، رسانه، دعوا، گفت و شنید. پس روش اساسی چی است؟ من نمیگویم که این زحمت ها و تلاش های ما بیهودن و نباید کرد. نه، اینا در این شرایط ما بهترین کار بود. اما ما و شما باید به این نتیجه برسیم دوستانی عزیز که اگر واقعا میخواهیم طبع دلی یا مثل آرمان های شهدامان، زندانی هامان رفتار کنیم، مبارزه ما طرز کنیم، به شکل پیش بریم و نتیجه بگیریم که دیگر فقط برای از زندان آزاد کردن چند نفر نباشد، برای یادبود نباشد، برای اینکه یک ملت از زندان باید رها کرد. یعنی یک حزب، یک حرکت، یک گروه مبارز پویا برای آزاد کردن ملت مبارزه میبرد. ملت که آزاد شد، اون شامل هم زندانی و هم گذشته و همه قشرها خواهد شد. پس این مسئولیت ما هست. ما اگر این کارو نکنیم، باور کنید هر سال هم که همینا رو جشن بگیریم یا که زادروز یا شهادت، خب یک مسئولیت انسانی را انجام دادیم. اما همچون یک نیروی جدی اپوزیسیونی یقین است که این کار را انجام ندادیم. ببینید من چرا میگویم که یک نکته اینجا اشاره برای خودم یادداشت کردم در بحث همین تاریخ، یک نکته دیگر رو میگم. این چیزی که ما امروز مشاهده میکنیم، بحث‌های تاریخی، حالا خوب است که ما درباره تاریخ 30 سالمون گپ زده ایستادیم. این هم شرف است، هم مسئولیت است. این کاری بد نیست، بلکه کاری خوب است، باید شود. اما یک ایده از برادران ما به بخش‌ها تقسیم شدن، ضد یکدیگر رفتن، با عمیق‌تر به بحث 1400 سال. 1400 سال امروز اونا میخوان حقیقت و عدالت تاریخی را برقرار کنن. بعد 1400 سال که همون بزرگوارا خودشون نتونستن اینا حل و فصل کرده و انجام داده به یک خلاصه آمده. ولی بعضی برادرها امروز تبدیل شدن یک گروه به ادوکات های حضرت علی
یک گروه به ادوکاتای حضرت معاویه، یک گروه دیگر باز در بین اینها رفت و آمد دارند. حالا اگر شما هم تاریخ با تمام افراد و جزئیاتش همون تاریخ ها را بینید، اونجا فقط حضرت علی و حضرت معاویه نبود، اونجا در بین افراد زیاد از صحابگان و از گروه های بود که یک گروهش واقعا برای صلاح کار تلاش میکرد، یک گروه دیگر برای علنگه بیشتر گرفتن فتنه و استفاده بردن از این فتنه ها. و امروز بعضی از برادران ما فراموش کردن که زندانی داریم، فراموش کردن که در مسئولیت آنها پیروزی بالای ظلم و آزاد کردن ملت است. اینا بخصوص مسئولیت گرفتن که باید اول اون ظلم 1400 سال پیش انجام شده را برطرف کنن، اون عدالت را برقرار کنن، بعد بیاین سراغ این مشکلات و مسائل های امروزه ملت. من خلاصم چی است؟ با وجود همه احترام به این برادران، فرق ندارد از کدام جناحن، من اصلا تعصب رو، چه تعصب شیعه است چه سنی، با کدام شعاره با کدام هدف نباشد من قبول ندارم و این رو بارها گفتم و بهترین راه برای خود این دانستم که از این گروه ها باید فاصله گرفت، چون وقتی که حرف دیگر تأثیر ندارد و هر کدام خودش رو در این مسئله از تو مستحق تر میداند، بهترش که فاصله بگیرید. اما خلاصه شخصی می شد که انسان هایی که برای امروز و آینده حرفی برای گفتن ندارند، برنامه ندارند، در پس شانه های افراد و حادثه های تاریخی خود را پنهان میکنند و برای خودشون شخصیت ساختن میخواهند. چون برای امروز و برای آینده حرفی نداری، برنامه نداری، آینده را تاریک میبینی، آینده خودت را، بعد بهترین راه میگو که برگردم به تاریخ و از خودم توسط افراد تاریخی و حادثه های تاریخی درک بدهم، شخصیت بسازم. و من مشکل رو در همین جا میبینم، وگرنه چی ضرورت دارد امروز وقتی که اینقدر مشکلی های دارین در سر ما است که باور کنید مشکلی هایی که از در بالای اومد ایستاده است بر دوش صحابگان پیامبر هم اون بزرگواران اون وقت نبود. حجم مشکلات محدودتر بود. امروز شما تصور کنید چقدر ما مشکلی داریم. اما خب چیکار کنیم؟ این یک واقعیت است، باید اعتراف کرد که واقعیت است. این برادران رو به حال خود گذاشت. اگر توانستیم نصیحت میکنیم، اما اگر که دیدیم که نه حرف شنوی ندارن، میگیم خب شما میدونید و گریبان حضرت معاویه و گریبان حضرت علی در همون جا بماند، ما باید کار خود رو ادامه بدهیم. و حالا ما چیکار باید در این شرایطی که امروزه هست، وظیفه یک حزب، یک حرکت، یک اپوزیسیون پویا چی هست؟ من خیلی میخواستم اینجا، واقعا هم خرسند شدم از تصمیم و دعوتی که برادران گروه 24 کردن، دیگر دوستان آمدن. من خیلی میخواستم که مراسمی بعدی که حتما باید باشد، یاد از این شهدا از گذشته ها، مراسمی بعدی دیگر مراسم حزبی نباشد. ما اگر تاجیکستان آینده را تقسیم کردن نمیتوانیم، به یک خلاصه نمیاییم، بیا اقلا شهدا را تقسیم نکنیم، مرده ها را تقسیم نکنیم، زندانی ها را تقسیم نکنیم. بیاییم، حالا بسیار ابتکار خوب، چون بالاخره باید کرده شود، اینا بالای ما حق دارن. خب تصور کنید که سال آینده برادران گروه 24 که خدا را شکر هذا دیگر اگر تخت امونن به این حد ممکن نشود، چون حرکت جوان است، ولی مراسم شهید عمر علی قوت فرو میگیرند، دیگر بزرگان را. چرا ما سال آینده یک مراسمی دست جمعانه برای همه شهدای ملت نکنیم که شهید عمر علی قوت باشد، مثلا تمام بزرگانی که دیگر حزب و حرکت نبودند، کرامت الله شریفوف، استاد عطاخان لطیفی، حالا طاهر عبدالجبار و این کسانی که واقعا در این در راه ملت تلاش کردند، ما زنده بودیم، دیدیم، بالای ما حق دارن. و چنین مراسم ها را، چنین نشست ها را ما ملی باید برگزار کنیم، نه گروهی، نه حزبی، نه سازمانی. و شاید همین روح گذشته ها، این بزرگوارا کمک ممکند که از یک مسئله غیر سیاسی شروع کنیم، قدم به قدم برسیم به وحدت هدف، وحدت برنامه و وحدت ملت. شاید در مسائل های دیگر سیاسی و اقتصادی و تاجیکستان آینده را ساختن
بعد نزدیکتر شویم، چون خیلی خوب است برای یک حرکت سیاسی، برای یک اپوزیسیا که قبل از همه در مسائل های سیاسی همکاری کنند، برای یک تاجیکستانی یگانه و مشترک همکاری کنند. حالا با هر دلیلی اگر حالا الحمدلله احساس میکنم که این وضعیت خیلی خیلی تغییر کرده است، رو به بهبودی است. دیگر ما اون مرحله که هر کس در چارچوب حزب و حرکت خودش فکر میکرد اون را گذشتیم، اما یکی از مسائل ها، یکی از ارزش های مشترکی که میتواند ما را با هم جمع کند اطراف یک فکر، یک برنامه، شاید همین یادی از گذشتگان باشد، از بزرگان باشد. و حالا برادران مسئول، چون فقط در حد شعار نگوییم و نگذاریم، برادران مسئول من خواهش میکردم که حداقل در همین ورشاو با برادران که هستند یک مراسم از گذشتگان ملت شهدا برگزار شود. مسئله روزش خیلی مهم است. یک روزی را باید انتخاب کرد که واقعا اون برای ملت پیام داشته باشد. مثلا میتوان اولین شهید در همین سالهای مبارزه فکرم که واقعا وضعیت را تغییر داد، شهادت کشتار سردبیر روزنامه پارلمانی در داخل بینای پارلمان بود که پرونده شد. مرادعلی شیرالیف مرادعلی که تا حالا پیدا نکردن که اون را، بله اون حالا در همون اوج گردی همایا بود و اون به شهادت رسانده شد. و البته اون کار طرز به شهادت رساندن او معلوم بود که این ایزی پا یا حسن خطی مقاماتی چی است؟ خدماتی همون زمان شوروی امنیتی، چون در داخل بینای پارلمان با سنایپر اون رو باید حتما یک متخصص باید پراند، نه یک مثلا از فرانت خلقی یا از نهضت یا گروه دیگر به این کارا قادر نیست. این میتواند انتخاب شود این تاریخ، یا شهید خدا رحمتش کند سلطان حمد یک تاریخ نوشته بود از کشتار دست جمعانه در دهه آلی سویت ناحیه رودکی که این میتواند همچون یک روزی یاد از شهدا شود، یا اینکه میتواند اون روزی که خیلی از ملت تاجیک قربانی داد، روزی که ارتش کشورهای خارجه با تانک ها به دوشنبه وارد شدند و یک قتل عامی را در شهر دوشنبه راه اندازی کردند. خب هر موضوع نام نگیریم که من نمیگم که این را با رهبری فرانت خلقی و کنجایف و دیگر، من میگم ارتش کشورهای خارجی پالکولنیک کوچکوف با رهبری پالکولنیک کوچکوف با تانک و توپ وارد دوشنبه شدند و ملت را، شهر دوشنبه را به خاک خون کشیدند. خب یکی از این روزهایی که خاراکتر ملی دارد باید که انتخاب شود و همچون روز شهدا در تاریخ ملت ثبت شود. ما هم سال دیگر اون را یادآوری کنیم. این را نمیشد جشن گفت، ولی یک یادبود از بزرگان را ما انتخاب کنیم. خب دیگر برادران خواهران عزیز، این نکته‌هایی بود که من از صحبت‌های برادران، از صحبت‌های شما در ذهنم گرفتم، اگرچه یک صحبتی از قبل آماده نداشتم. من بار دیگر تشکر میگم به ستاد، به برادرانی که این مراسم را برگزار کردند و از یکایک شما که در اینجا صحبت‌ها کردید. بخصوص من واقعا هم از صحبت‌های استادان، استاد محمد سعید رضایی، ایشان عبدالستار، استاد شانعیم، بسیار صحبت خوب کرد. کاش که ما همین گونه صحبت‌ها را بیشتر کنیم و این واقعا یک تاریخ زنده ملت است و بخصوص حضور برادر سید علی اشوروف، من نمیگم به نمایندگی از گروه 24، به نمایندگی از یک بخش ملت که حالا یعنی بیرون از نهضت، در اینجا هم یک پدیده بسیار مثبت بود و همه شما را خیر مقدم میگم، تشکر میگم و انشالله که باز در همین چند روزه که در ورشاو هستیم، هم جلسه ریاستی عالی هست، هم چهاربینی و صحبت‌های دیگر است، در همین روحیه، در روحیه‌ای که همگان از باب وحدت و همبستگی و از همه مهمش برادران و خواهران عزیز، اون مبارزه بهر عدالت و کرامت و شرافت انسانی که این بزرگواران ما به خاطر آن شهید شدند.
به خاطر اون برای رسیدن به این هدفها فعالیت خود را ادامه داده باشیم. خداوند یکایک شما را نگهبان باشد و جای همه این شهدا را جنت الفردوس بگرداند. سلام علیکم و رحمت الله.